الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 73 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند مسائلی که تعلق به توحید الوهیت است به شما بیان خواهیم کرد. بله، یک چند حلقه هست که حالا ما در شرح و بیان و ذکر توحید الوهیت با تفصیلش هستیم. با تفصیل شرح وسیع در باب توحید الوهیت داریم صحبت میکنیم. باید بدانید که الوهیت این صفتی الله هست. خیلی که در حلقه گذشته گفتیم الوهیت، وقتی که الوهیه میگیم اولین چیزی که به ذهن ما می آید این است که این صفتی الله است سبحانه و تعالی. سوال اینجا هست که آیا الوهیت یگان باره، یگان وقت، آیا یگان معنایش می تواند که صفتی بنده باشد؟ علما می گویند بله. چگونه که شیخ العلامه علی بن خدیر الخدیر، سلیمان العلوان و غیر از علما بیان کرده اند که الوهیت این صفتی الله است سبحانه و تعالی، اما الوهیت به معنای عبودیت این صفتی بنده می شود. حالا اولا ما به شما میگیم که الوهیتی که متعلق به رب است، الوهیتی که صفتی رب هست الله سبحانه و تعالی، این الوهیت که صفتی الله هست صفتی مشتقه هست، گرفته شده از اله هست، که معنایش این است که الله سبحانه و تعالی این اله معبودی حق است که باید عبادت کرده شود، مستحق به عبادت است، و همین الله این معبود حق است. الوهیت به معنای چی است؟ مألوه، معبودی حق است، یعنی معبودی که تمام مخلوقات ها همین الله را، همین معبود حق را، همین یعنی بگویم اله را عبادت میکنند، در حالتی که خود الله بی نیاز است. الله الصمد، سوره اخلاص آیه 2 است که الله خبر میدهد که الله بی نیاز است از عبادت شما، از این همه فعلهای و عملهای شما الله بی نیاز است، اما باید عبادت کرده شود. بارک الله فیکم. تمام چیزهایی که در زمین و آسمان هست الله را به پاکیات میکند و الله را عبادت میکند. عبادت کونی، یعنی همه در خواهد نخواهد در قانون الله هست. از این جهت الوهیت گفتیم این صفت الله هست، اما الوهیتی که صفت بنده هست این متعلق هست، متعلق الوهیتی که به عبودیت است، الوهیتی که به معنای عبودیت باشد. الوهیتی که صفت بنده است این عبودیتی بنده است. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت این که بنده عابد است، بنده عبادتکار هست. عبودیه گفته همین رو گفته می شود. ضرور است و لازم است و انسان همچنین آفریده شده است، از فطرت انسان است. الله انسان را به فطرت آفریده است که اصل انسان، فطرت انسان تقاضا میکند، طلب میکند که بنده باید عبادت کند، عبودیت داشته باشد. عبودیت انسان میتواند که حق باشد، یعنی انسان حق عبادت را تنها به الله انجام بدهد، این عبودیتش یعنی این بندگیش بندگی حق است، و انسان‌های هست که الله را عبادت نمی‌کند و غیر الله را عبادت می‌کند، یعنی عبودیت را، بندگی را، عبادت را به غیر الله سبحانه و تعالی انجام می‌دهد که این عبادتش باطل است. در این دنیا ناممکن است که کسی باشد که عبودیت نداشته باشد. هر کسی که
الله را عبادت میکند، پس عبودیتش، بندگیش، عبادتش درست است، صحیح است، حق است، در راه حق است. اما هر کسی که غیر الله را عبادت میکند، پس عبودیتش، این بندگیش باطل است، درست نیست، صحیح نیست. و به سبب همین عمل است که عملش که غیر الله را عبادت میکند به شرک واقع شده و الله مشرکین را نمیبخشد و اگر در همین حالت بمیرد ابدالابد در جهنم است. خیلی که الله سبحانه و تعالی خبر میدهد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، سوره نساء. و هستند کسایی که دعوا میکنند که ما اله نداریم، اما فطرتا اونها هم به خودشان، نفس خودشان را یا طبیعت را اله گرفته و اونها هم عبودیت را، بندگی را یا به نفس خود یا به اله خود که طبیعت است یا غیر است انجام میدهند. پس از همین جا که معنای الوهیت به معنای عبودیت می آید، یعنی بندگی، این الوهیتی که به معنای عبودیت می آید این صفت بنده است، بندگی کردن یعنی عبادت کردن. بارک الله فیکم. پس هر یک انسان حاجت، هر یک بنده حاجت به عبادت دارد، یعنی خواهد نخواهد کسی را عبادت میکند، کسی را اطاعت میکند. پس اهل توحید الله را عبادت میکنند و عبودیت را، همین صفت الوهیتی که دارند، عبودیت را، بندگی را به الله سبحانه و تعالی که یکتا است و نظیر ندارد، مثیل ندارد، شبیه ندارد، به او انجام میدن. بارک الله فیکم. این مسئله اول. مسئله دوم، ما باید عملهایی که شرک به وی شرک داخل می شود و عملهایی که در اون شرک نیست، یعنی چیزهایی که به شرک می دارد و چیزهایی که به شرک در آوردنش جایز نیست و به بنده هم همون را اثبات کردنش جایز است، باید یعنی بدونیم. بارک الله فیکم. مختصرا یک قاعده رو به شما ذکر میکنم که علما میگن ما کان من فعل العبد و داخل تحت قدرته و صفته فانه یثبت للعبد. هر اون چیزی که از فعل بنده هست، از فعل بنده باشد، از عمل بنده باشد و داخل به زیر قدرت بنده باشد، یعنی داخل به قدرت بنده باشد، یعنی هر عملی که بنده همون عمل رو کرده تواند، قادر باشد که انجام داده تواند، از صفت بنده باشد، پس به خودی بنده این اثبات کرده می شود. و وقتی که همون عمل رو به این بنده اثبات کردید، این شرک نیست، زیرا که این عمل از خصوصیت الله نیست بلکه بنده هم قادر است. مثلا مخلوق ها، اون چیزهایی که الله آفریده است، دعا کرده می شود، امید کرده می شود، یعنی طلب کرده می شود، امید کرده می شود در همون چیزهایی که همین بنده قادر هست. شما خوب دقت بدهید، اگر بنده زنده باشد، حاضر باشد، قادر باشد، از او یگان چیزی که شما طلب میکنید داده تواند و قادر به همون عمل باشد، ما این عمل را شرک نمیگوییم. طلب کردن، این نمود طلب کردن و امید کردن را شرک نمیگوییم. مثلا استعانه کردن، طلب کمک کردن از یک آدمی که، از یک انسانی که قادر هست که به شما کمک کند. پناه طلب کردن از یک انسانی که قادر هست که به شما پناه دهد و شما را کمک کند. طلب کمک کردن یا که فریاد کردن در حالت سختی که به شما کمک کند در حالتی که زنده است و حاضر است و قادر هست، این در حالتی که قادر باشد، مقدور باشد، در این حالت البته این عمل ها شرک نیست. مثال اگر بیاریم، یک انسان قدرت دارد، مبلغ دارد، شرایط دارد، زنده هست، حاضر است، شما به نزدش می روید و از او طلب میکنید که کمکتون کند در زندگی، قرض بدهد، پول بدهد. یا که شما به یک جای غلطیده اید و یک کسی در نزدتون حضور دارد میگید که به من کمک کن که غلطیده ام راست شوم. یا از کسی طلب پناهندگی میکنید. ما میگیم به شرط اینکه حاضر باشد، قادر باشد، همون عمل رو که شما پرسیدید خصوصیت همون عمل از الله، خصوصیت الله نباشد و بنده هم تواند و همین بنده قادر باشد، در این حالت این شرک نیست. اما وقتی که یک چیز از خصوصیت الله باشد،
مثلا فرزند طلب کردن از خصوصیتی کی است؟ از خصوصیتی الله است. هیچ کسی در این مسئله با الله شریک نیست. طلب باران کردن از خصوصیتی الله است. طلب رزق کردن از خصوصیتی الله است. طلب عمر دراز طلب کردن از خصوصیتی الله است. در این مسائل بیاید و از کسی دیگر پرسید شما خصوصیتی الله را به کسی دیگر دادید. کس زنده هست اما قادر نیست. قادر نیست که شما را چه کند؟ گفته شما را، طلبات شما را به جا بیاورد. این شرک است. از همین باب است که علما میگویند اگر یک کسی شفاعت طلب کند از مرده ها، این شرک اکبر است. چرا که اولا او حاضر نیست، یعنی زنده نیست. دوما او قادر نیست. وقتی که یک کسی که حاضر نیست، قادر نیست و این چنین یک چیزی که فقط از خصوصیت الله است، ولله شفاعت جمیع، تمام شفاعت از آن الله است، اومد و از غیر الله پرسی، شرک اکبر رو انجام داد. حتی علما میگویند هر کسی که یک انسان زنده است رفت و گفت که اگر تو شهادت یافتی و در حالت شهادت وفات کردی، به شهادت رسیدی، مرا در نزد الله شفاعت کن گفت و همون اعتقاد کرد که همون انسان زنده قادر به شفاعت است، به شرک اکبر واقع شد. گفتند به شرک اکبر واقع می شد. چرا؟ گفتند که این انسان زنده است اما قادر به انجام دادن شفاعت نیست، قادر به شفاعت کردن نیست. هر کسی که اعتقاد میکند که این انسان زنده است و قادر به شفاعت کردن است، بعد از وفاتش در نزد الله قادر است که شفاعت کند، او خصوصیت الله را به غیر الله داد. از یک انسانی که قادر نیست طلب کرد و اعوذ بالله به شرک اکبر واقع شد. اما هر کسی که اعتقاد کرد که تمام شفاعت از آن الله است، اما یک کسی که زنده است در حالت وفات کردنش بگوید که در حالت شهادت وفات کردنت مرا اگر الله به تو اجازت بدهد که شفاعت کنی و اجازت دهد که مرا شفاعت کنی، شفاعت کنی، در این حالت میگن که این یعنی امر بدعت است. این چنین سخن کردن بدعت است، باب از بابهای شرک است. نباید این چنین سخنها کرده شد، اما شرک اکبر نمیگویند. پس مقصد سخن ما چی است برادران و خواهران بزرگوار؟ مقصد ما این است که هر چیزی که شما میپرسید و طلب میکنید ببینید که همون کسی که شما میپرسید و طلب میکنید آیا قادر هست که به شما بدهد؟ مزار را طلب کردید، بگویم چرا؟ مرده را طلب کردید، آیا قادر است که به شما بدهد؟ قادر نیست. پس این شرک اکبر شد. رفتید از اون فرزند طلب کردید، از اون دفع ضرر طلب کردید، جلب منفعت کردید، چیزی که طلب نکردید مرده قادر نیست. مرده رو شما دعا کردید و طلب کردید، مرده قادر نیست. پس مرده رو طلب کردن در همه حالت این شرک اکبر است. مرده رو بین خود و بین الله واسطه دادن این همه شرک اکبر است. این شرک در الوهیت است. اما زنده رو طلب کردن قاعده دارد. زنده یکی اگر حاضر باشد و قادر باشد که همون طلب کرده شما را اجرا کرده تواند، همون طلبات شما در زیر قدر توانای او باشد، در این حالت شرک نیست. اما هر چیزی که از زنده شما طلب کردید اما زنده قادر نیست که همون چیزی طلب کرده شما را انجام بدهد، پس این چی شد؟ شرک اکبر شد. خصوصیت های الله را نه به مرده نه به زنده دادن جایز نیست. همون چیزهای را که انجام داده انسان در حالت مردگیش و زندهش نمیتواند، این را طلبیدن شرک اکبر در الوهیت است. اما اگر بنده که زنده است، مرده همه وقت نمیتواند یگان چیزی را انجام داده، برای همین طلب مرده همیشه شرک اکبر است. اما زنده اگر قادر باشد که یک چیزی را تواند که، یعنی یک کسی شما را میخواهد که بکشد، یک انسان است که میتواند که شما را پنهان کند، این را استعاذه میگن. رفتید و گفتید که مرا پناه کن، یعنی مرا نجات که کسی مرا نکشد. او خونه دارد، جا دارد، این پرسش شما شرک نیست، برای که او میتواند که شما را پنهان کند، پناه بدهد، قدرت دارد، توانایی دارد، یا میتواند که شما را پنهان کند. یا طلب کمک کردن در حالتی که یک کسی طعام داره شما ندارید، میگید که کمک کن به من همین طعامت بده. یا طلب فریاد و کمک کردن در حالتی که شما غرق میشوید، ندا میکنید، میگید که به من کمک رسان، به من کمک رسان، در حالتی که یک انسان است همینجا میتواند که کمک رساند، یعنی در زیر قدرتش است. این چنین طلبات ها این رو میگن که شرک نیست. و این چنین خوف طبیعی، ترس طبیعیه که هر یک انسان دارد، ترس طبیعیه که از مخلوق ها میترسد. بمانند خوف، یعنی بمانند ترس از سلطان.
سلطان جائری بدبخت، یک سلطانی که ظالم است، خواهد نخواهد کم کم انسان ترسیدنش ممکن است. یا خوف طبیعی از حیوان، از پیش شما یک حیوان میگذرد یا به نزد شما یک حیوان میآید، شما میترسید. این ترسیدن طبیعی است، این یکی اکبر شرک نیست، این را شرک اکبر گفته نمیشد. اما علما میگن که بهترش این است که طلب کردن از مخلوق مطلقاً ترکش بهتر است و این چنین خوف بهترش از همه حالت، از همه حیوان و انسان و از همه، یعنی نترسیدن این اکمل است. اما ما این را شرک گفتن بم حق نداریم. این چنین شکر کردن به مخلوق، یعنی تشکر رحمت به شما گفتن، یعنی شکر میگم به شما که به من مثلا کمک کردید، یاردم کردید یا یک چیزی دیگر، اینا میگن که شکر کردن به مخلوق، این هم شرک اکبر نیست. یا مثلا بزرگ شماریدن یک انسان، یعنی بگویم یعنی مدح کردن، بگیم که این آدم خوب است، این آدم احترام میکنیم، یعنی مستحق توقیر است گفتن به قدر یعنی خود انسانیت، نه اینکه غلو کرده اون رو بزرگ شماریده عبادت کردن، نه، فقط گفتن که این آدم خوب است و آن است گفتن، این همه شرک نیست برادر عزیز. پس ما باید این قاعده رو خوب دانیم و در یادمون خوب بداریم. این همه چیزها گفتیم از تصرف‌های جایز است و از شرک نیست. و اینجا میخواهم یک تنبیه رو به شما برسونم در مسئله بارک الله فیکم، یعنی سبب. امروز البته اختلافات بسیار است. بعضی ها میگن که یعنی انسان موحد نباید مطلقاً سبب گیرد، یعنی بعضی ها میگن که سبب مطلقاً این سبب باید گرفته شود، گرفتن سبب واجب است، کسی که سبب نمیگیرد این نادرست کرده است. کسی دیگر میگه که سبب گرفتن این به توحید ضرر دارد. شاید شما به مثال خوبتر فهمید. مثال اگر بیاریم، یک کسی میگه که برای رزق من سبب شرط نیست، کار رو من سبب رزق نمیگم، من کار نمیکنم، یونباش میکنم، دم میگیرم، رزق من رو الله نوشته است، من کار کنم یا نکنم رزق من میاد. سبب گرفتن میگه این ضرر به توحید دارد. میگه اعوذ بالله. این سخن البته سخنی بگویم نادرست است، سخنی اشعری ها و جهمی ها است. اینو جبریه هست که همه چیز از تقدیر است میگه و اختیاری بنده و سبب رو ندارد. و یک قسم دیگر است که میگه که سبب گرفتن واجب است، سبب نگیری تو کارت خطا است. عیناً سبب است که به تو رزق میارد. میگه مثلا کار، میگه که نمی جای کارت به تو رزق میارد، جای کارت ترک شود تو بی رزق میمونی، 100% زندگی تو به سببی چی است؟ همین کارو تو است. میگه یعنی رزق رو نه از الله سبحان الله بلکه از همین عملش میداند. اینها به مانند قدریه ها، این شرک است، این نمود سبب گرفتن شرک است. اما اهل سنت و الجماعت در وسط هستند، میگن که سبب گرفتن این البته شرعاً جایز است، سبب حقیقت دارد، سبب تأثیر در تقدیر انسان دارد و البته که ما در جایهایی که سبب گرفتنش ممکنه سبب میگیریم، لیکن سبب‌های شرعی رو میگیریم، سبب‌های غیر شرعی رو نمیگیریم. بارک الله فیکم. سبب شرعی چیست؟ مثلا برای پیش بردن رزقمون اول اعتقاد میکنیم که الله سبحانه و تعالی رزق ما رو نوشته است، پیش از این که 50,000 سال پیش از این که زمین و آسمان رو خلق کند رزق ما نوشته است. اما با وجود این ما سبب میگیریم که همون رزقی که الله نوشته است به سبب مثلا کار کردن، به سبب بعضی از مشغولیت ها شغل ها می آید و این چیز یعنی این نمود سبب گرفتن، این نمود سبب رو ما میگیریم و مثل اشعری و جهمی ها جبری نمیشویم، نمیگیم که سبب گرفتن این شرک است، به سبب باید انسان گرد، رزق رو الله بری به سبب میدهد و نوشته شده است، هر کسی که سبب میگیرد این مشرک است، نمیگیم والعیاذ بالله. بلکه سبب وقتی که هست، شرایط هست، حرکت میکنیم، به واسطه همین سبب رزق ما الله سبحانه و تعالی به ما میدهد. همون رزقی که نوشته بود الله به واسطه همون شغل ما میدهد و سبب البته حقیقت دارد. مثلا ما کاری که امروز تجارتی که هست، به من تجارت لازم نیست، من تجارتم ترک میکنم، رزق الله من نوشته است، به تجارت هم میآید گفتن، این مذهب رو مذهبی قدریه ها میگیم، یا که بگیم والعیاذ بالله این مذهب رو مذهبی جبریه ها میگیم. این مذهبی اشاعره و البته ماتریدی در مسئله این مثل اهل سنت و جماعت است، مذهبی اشعری و مذهبی جهمیه ها هست که سبب رو شرک میدوند.
اما گفتیم که قدریه ها میگد که سبب نگرفتن میگد این اعوذ بالله انا این میگد گمراهی است و شرک است. ما این هم نمیگوییم، برای که اصلی مسئله باز میگردد به مسئله تقدیر. جبریه ها و بگویم جبریه ها، جهمی و اشعری ها میگویند که هر یک حادثه که در این دنیا میشود الله نوشته است، هیچ تغییراتی نیست. سبب گرفتن برای مثلا رزق آمدن و این و آن، یا مثلا احتیاط شدن و غیره به خاطر مثلا یگان بلا نرسیدن، این همه از شرک است، میگه آدم کفر میشود. اما از یک جهت ببینید این گمراه ها خودش باز قبر پرست میشد و قبر رو سبب میداند. خودشان سخن خودشان رو انکار میکنند، به اولیاها یعنی نسبت میدهند. چرا؟ یعنی سبحان الله قدرت رو به مرده ها میگن که این اولیاها قادر است که دعای شما رو قبول کند، قادر است که اعوذ بالله زمین و آسمان رو این کند و آن کند. اشعری ها همچنین سخن رو میگن. با قاعده خود اشعری و جهمی ها خودشان مشرک میشن. اما قدریه ها میگوید که قدریه هایی که بالکل یعنی تقدیر رو انکار میکند، یعنی مشرک مجوس این امت، اعوذ بالله، اینها میگوید که انسان میگد در این دنیا یعنی فعل رو، رزقش رو خودش پیدا میکند. از همین جهت میگد حتما و حتما انسان باید حرکت کند، سبب گیرد. اگر حرکت نکند به وی رزق آمدنش ناممکن است. الله به حرکت رزق نمیدهد و هر کسی که به حرکت رزق یعنی میگیرم میگوید یا رزق هست بدون حرکت گوید، این را مشرک میگوید. اینها قدریه است. اهل سنت و جماعت میگن که اهل رزق، اصل رزق رو الله سبحانه و تعالی نوشته است، اما همین رزق به واسطه یگان سبب میآید. البته الله نوشته باشد به شما میآید، اما ما مثل جبریه ها نمیگیم که سبب گرفتن حرام است. ما میگیم که الله رزق ما رو نوشته است و ما سبب میگیریم که الله همین رزق نوشته اش رو به سبب بدهد. مثلا سبب رزق من این تجارت است، تجارت رو سبب میگیرم، اما غلو نمیکنم که حتما همین رزق من در تجارت است، اگر تجارت رود من میمورم گوش نمیمونم. گفتن این شرک است. همین سخنی اشعری است، بگویم بخشش همین سخنی قدریه است. بارک الله فیکم. و اما اهل سنت و الجماعت میگن که یعنی سبب میگیریم، اصل رزق رو از الله میدونیم و اصل همه تغییرات رو از الله میدونیم، لیکن سبب میگیریم و اعتقاد میکنیم که سبب این چی است؟ این بارک الله فیکم تأثیر و حقیقت دارد. برای که در مسئله تقدیر اشعری ها و جهمی ها گفتن که همه چیز از تقدیر است، اختیار بنده ندارد. قدری ها گفتن که همه چیز از فعل خودی بنده است، خودی بنده خلق میکند. و اهل سنت و الجماعت میگن که یعنی انسان ما نسبت میدهیم تقدیر را به الله، یعنی چیزهایی هست که خود الله سبحانه و تعالی نوشته است و هیچ کسی وی تغییر داده نمیتواند، و اما الله به بنده باز اختیار رو هم داده است که انسان میتواند که راه حق و باطل مثلا جدا کند و عقل داده است و غیره. و این اصل اختلاف است. از همین جا مسئله سبب هم میوید. بارک الله فیکم. عموما اشعری ها و جهمی ها میگن که اثبات کردن تأثیر اسباب، حقیقتی اسباب میگن برای بنده و قدرت دادن یعنی اختیار دادن به بنده، این شرک است میگن، شرک در ربوبیت است میگن. سبحان الله. که ما باید بدونیم که البته این تفصیلات دارد. پس به شما در این حلقه ها بیان گشت که توحید الوهیت این توحید عبادت است، توحید یکتاپرستی است. باید بدونید که توحید الوهیت همون حقیقت لا اله الا الله است. لا اله الا الله چی گوید؟ توحید الوهیت هم همین رو میگه. توحید الوهیت چی رو که بیان میکند؟ لا اله الا الله هم همین رو بیان میکند. کلمه التوحید لا اله الا الله، کلمه توحید یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، عینی همون یعنی همین کلمه توحید لا اله الا الله همین عین سخن توحید الوهیت است. هر دوی این کلمه التوحید یا توحید الوهیت که میگوییم هر دوش مترادف است، کلمه هم معنا است.
مقصد لا اله الا الله چی باشد؟ توحید الوهیت هم مقصدش همین است. معنای لا اله الا الله چی باشد؟ توحید الوهیت هم معناش همین است. برای همین است که ابن تیمیه رحمه الله میگن که لا اله الا الله انها عنوان التوحید. لا اله الا الله این عنوان توحید است. و چگونه که لا اله الا الله دلالت به یگانگی الله در عبادت میکند، با مطابقت همچنین دلالت میکند، این چنین توحید الوهیت دلالت به یگانه عبادت الله میکند. ببینید ما وقتی که کلمه توحید لا اله الا الله میگیم، لا اله الا الله دلالت به یگانگی الله در عبادت میکند با مطابقت، و این چنین به توحید ربوبیت دلالت میکند و به این چنین به اسما و صفات لازمیت دلالت میکند. مطابقت گفتن سخن این است که یعنی آشکار و واضح معنای لا اله الا الله را ببینید، بیان میکند که یگانه الله را عبادت کنید و به شما لازم میشمارد، از دلالت اللزوم هست که توحید ربوبیت و اسما و صفات را باید داشته باشید. این چنین توحید الوهیت مطابقتا دلالت به یگانگی الله میکند، یگانگی الله را، عبادت الله را به ما میفهماند، و این چنین همین توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات را لازم میشمارد که انسان داشته باشد. یعنی توحید الوهیت و کلمه توحید لا اله الا الله هر دوش یک چیز است، هر دوش یک چیز را به ما بیان میکند. از همین جهت علما میگن که لا اله الا الله این برای زنده کردن توحید الوهیت اومده است. لا اله الا الله این توحید الوهیت است. بارک الله فیکم. چخیلی که توحید الوهیت یعنی باشد، خواهد، همون چیز را لا اله الا الله میخواهد. لا اله الا الله میخواهد که یگانه الله عبادت کرده شود و لازم میشمارد که توحید ربوبیت و اسما و صفات باشد. توحید الوهیت هم میخواهد که الله یگانه عبادت کرده شود و توحید ربوبیت و اسما و صفات لازم است که به وجود بیاید. هر دو این چیز، کلمه توحید و توحید الوهیت، هر دوش یعنی یک معنا دارد. برای من علما میگن که هر دو این کلمه هم معنا هست. بارک الله فیکم. پس باید بدانیم که مسائلی که متعلق به لا اله الا الله هست، از جهت شرطهایش، از جهت رکنهایش، از جهت شکنندهایش و از جهت فضیلتهایش، عیناً این همه مرتبط است، متعلق است به توحید الوهیت. اگر به دیگر عباره بگویم رکن لا اله الا الله چند تا است؟ 2 تا است. پس همین 2 رکن، نفی و اثبات، همچنین رکن توحید الوهیت است. رکن توحید الوهیت هم چند تا است؟ 2 تا است. یکمیش انکار کردن یا که کفر به طاغوت، انکار کردن الههای باطل و اثبات کردن الله. دومش اثبات کردن الله. شرط های لا اله الا الله 7 است. علم است و یقین است و صدق است و محبت است و اخلاص است و قبول است و انقیاد است. این شرط های صحت لا اله الا الله. انا همین شرط های صحت لا اله الا الله این چنین شرط های صحت توحید الوهیت است. شکننده های لا اله الا الله عیناً همه این شکننده های توحید الوهیت است. یعنی چیزی که شکننده لا اله الا الله باشه شکننده توحید الوهیت است. هر فضیلتی که توحید بگیم، هر فضیلتی که کلمه توحید لا اله الا الله دارد، همین عیناً فضیلتی توحید الوهیت است. بارک الله فیکم. پس ما در حلقه های 100 حلقه لا اله الا الله را به شما بیان کردیم. بدانید که همه او تعلق به توحید الوهیت دارد و توحید الوهیت را کسی که خوب میخواهد که بفهمد و موحد حقیقی باشد، مقصد نازل شوی توحید، مقصد نازل شوی دین که برای توحید الوهیت بود، مقصد فرستاده شدن رسول الله که برای توحید الوهیت بود، خواهد که کسی خوب بفهمد، این 100 حلقه لا اله الا الله را خوب بفهمد. پس شرط های لا اله الا الله 7 شرطی که شرط صحت است، عیناً شرط صحت توحید الوهیت است. هر کسی که شرط های لا اله الا الله را نمیداند، پس توحید الوهیت را نمیداند. حتی هر کسی که رکن لا اله الا الله را نمیداند، پس توحید الوهیت را نمیداند. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد، از این میبراید که رکن اولی
توحید الوهیت ندارد. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد رکن اولی لا اله الا الله ندارد. پس بار دیگر تکرار میکنیم که لا اله الا الله و توحید الوهیت هر دویش یک چیز را میخواهد و هر رکن هر دویش یک رکن است. شرط های هر دویش یک شرط است. دو رکن النفی و الاثبات هم رکن های لا اله الا الله و هم توحید الوهیت است و این 7 شرط هم شرط لا اله الا الله و هم شرط توحید الوهیت است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و هر کسی که اینو میفهمد البته به نهایت یعنی چندین مشکلی ها تویش و چندین یعنی نوفهمی ها برطرف میشود. حالا ما به شما بیان میکنیم که توحید الوهیت دو رکن دارد. چگونه که لا اله الا الله دو رکن دارد. انامین توحید الوهیت در بالای دو رکن قائم میشود و به وجود می آید. دو رکن دو ستونی که در بالای همین ستون توحید الوهیت میستد. اگر این ستون ها نباشد توحید الوهیت نابود می شود. رکن اول، ستون اول، چیزی ضرورترین لا اله الا الله و توحید الوهیت این چی است؟ نفی است. لا اله است، نیست معبود. نفی یعنی نفی کردن تمام الوهیت، نفی کردن تمام الههایی که بجز الله وجود دارد. همه آن چیزهایی که از خلق عبادت کرده می شود و پرستیده می شود، الههای باطلی که مستحق عبادت شدن ندارند، معبودهای باطل هستند. انسان باید از همه این الههای باطل براءت خود را اعلام بکند، تبرؤ بکند. باید براءت خود را اعلام بکند، ترک بکند. و هر کسی که این الههای باطل را می پرستد باید مشرکشان بگوید و تکفیرشان بکند. بارک الله فیکم. پس این رکن اول است. رکن دوم توحید الوهیت این الا الله است. این چی است؟ الا الله یعنی اثبات کردن است. اثبات است. رکن اول نفی است، لا اله الحق. بعد از این الا الله این اثبات است. یعنی بجز الله تمام الههای باطل را، تمام معبودای باطلی که در این دنیا از مخلوق به وجود آورده شده است و مردم میپرستند باید انکار کرده شده، کفر ورزیده شود و یگانه اله حق که الله هست باید اثبات کرده شود. کفر به طاغوت چیست؟ اعتقاد کردن بر این که همه الهایی که بجز الله الههای باطلی که است همه چی است؟ اینها عبادت کردنش باطل است و جایز نیست. همه اش اعتقاد کردن بر این که این الهها الههای ناحق است و باطل است. و دشمنی کردن به اهل این الهان باطل، دشمنی کردن با این مشرکین که غیر الله را عبادت میکنند و بیان کردن باطلی اونها و تکفیر کردن اونها و بغض و عداوت داشتن نسبت اونها و در حالت قدرت نابود کردن این بارک الله فیکم طاغوت ها و اثبات کردن الله. این رکن دوم توحید است. چگونه الله را اثبات میکنید؟ آموختن توحید الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات، یگانه عبادت کردن الله و فهمیدن توحید. با همین چیزها میتوانید که الله را اثبات بکنید. بارک الله فیکم. اثبات کردن الله یعنی اثبات کردن الوهیت، اثبات کردن این که الله معبود یگانه است و تمام عبادت را باید یگانه به الله انجام داده شود. اقرار کردن به این که الله یکتا است و مستحق الوهیت و عبادت است. مستحق چی است؟ انجام دادن بندگی به الله است و تمام عبودیت، تمام بندگی، تمام عبادت خالص حق کی است؟ خالص حق الله است. و الوهیت این صفت الله است که باید به الله سبحانه و تعالی ما بندگی را انجام بدیم. و خلیل الله ابراهیم علیه السلام هر دوی همین رکن را جمع کرده بود. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء آیه 75 و در سوره ممتحنه آیه 4 به ما بیان میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. این سوره شعراء آیه 75 و در سوره ممتحنه آیه 4 که الله بیان میکند قصه ابراهیم علیه السلام را که إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
من براءت میکنم از شما و هر آن چیزی که شما اونها را عبادت میکنید بجز الله، به غیر الله چیزهایی که عبادت میکنید از اونها هم براءت را اعلام میکنم. کفرنا بکم، به شما کفر ورزیدم و شما را تکفیر میکنم. و بدا بیننا و بینکم العداوه، و بین ما و شما ای مشرکین عداوت و دشمنی ظاهر شد تا همون زمانی که به الله شما ایمان بیارید. یعنی تا همون روزی که مؤمن و موحد نشوید ما با شما دشمن هستیم و شما را تکفیر میکنیم و شما را کفر میشماریم. پس در اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام غیر الله را، یعنی اون الههای باطلی که هست اونها را انکار کرده، به اونها براءت اعلام کرده و هر کسی که همون الههای باطل را عبادت میکنه تکفیر کرده است. و بعد از این یگانه الله حق را، اله حق را چی کرده است؟ اثبات کرده است. گفتند که الا رب العالمین. بارک الله فیکم. پس نفی و اثبات، نفی کردن و اثبات کردن، این دو مدلول کلمه توحید لا اله الا الله است که الله در سوره بقره 256 میفرماید که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. هر کسی که کفر بالطاغوت ورزد، این رکن اولی لا اله الا الله است، یعنی لا اله الا الله همین کفر بالطاغوت است. و بعد از این چه کند؟ ایمان به الله بیاورد، به تحقیق لا اله الا الله را چنگ زده و لا اله الا الله را زنده بکند. پس همین رکن لا اله الا الله که این نفی است و اثبات است، همین دو رکن های توحید الوهیت است. پس لا اله الا الله و توحید الوهیت هر دو از ما یک چیز را میخواهد و هر دوش یک چیز است که باید من و شما بفهمیم. با همین القرار به پایان برسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز دیگر مسائلی که تعلق به توحید الوهیت دارد به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.